علامه بکر ابو زید رحمت الله علیه در کتاب تسمیه المولود گفتند که از بین نصوص سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، از فرمانهای پیامبر صلی الله علیه وسلم و منکرده های پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین برمی آید که در موافق شریعت بودن نام باید دو شرط رعایت کرده شود. شرط اول این است که نام باید به زبان عربی باشد، مانند عبدالله، عبدالرحمن، محمد، احمد، قاسم. و شرط دوم این است که مبنا و معنای نام درست باشد. مبنا یعنی خود کلمه و اینچنین معنای اون لفظش هم و معناش هم به شریعت ضدیتی نداشته باشد.